رخشانه به کمک شوهرش نمیتواند بیرون براید. او با وجود معیوب گروه یکم بودن میتواند با عروبچه حرکت کند، ولی نبودن لیفت در بلندآشانه استقامتشان آنها را به حالت تنگ آورده است. خانه آنها در طبقه نهم قرار دارد. رخشانه معلمه زبان انگلیسی است، اما بنابر نبودن لیفت بیکار می نشیند. وقتی که در اینجا ما کوچیدم بودیم، آرزو داشته بودیم که بیناهای نو، اینفراستراکتوراش مول، بعضی با پاندوس میبریم، با لیفت میشینیم، عروبچه‌ام کتی. لیکن نیست از حالم. حالم دیگه نتونستم 1 سال واسه. از این عائله تنها رخشانه نیست که با کمک شوهر بالای پایان می‌فراید، بلکه 2 فرزند آنها نیز که یکی معیوب است همه روزه همراه پدر باید به مکتب و باغچه رود. البته بهتر اینها یکمش این که سخت مانده شدن ممکن نه. اگر که اینها سخت مانده شوند پاتولوژی میگن، پاتولوژی میشه یک جایی شدنشون ممکن، ریسک ویسکاب. من همون به حرکت میکنم که بچه‌م خودت راننده را گفته من برداشته میبرم، حالا که این قبیله اشغالی غلطی خیسه میتونه رفته، لیکن نه میگم بیا من میبردارم من میفرورم. اکثری باشندگان این بلندآشانه حدود 1 سال باز در اینجا زندگی دشوار دارند. باز بودن نقب لیفت و رعایت نشدن قاعده بی‌خطری خانواده ها را سخت نگران کرده است. آنها میگویند چند حالتی به فلاکت دچار شدن فرزندانشان را پیشگیری کردند. اتواشتو میخه اینجا خطرناک و نگاه یگانتش شوخی کرده بازو که یک دیرشه تیلی نتیاد گفته میسخ و خواتیر شده 6 اتاج میبرم 6 اتاج میفرم هر سهش دست قپان کرده میفرویم منمی یگانجا برامدن عموما علاجش نیست است تاکک به نگاه بینی فرزندا بالاش قلف کرده برامده رفته آمدن امکانیت میشد خلاص. همون مهمونا میبیاد یا کلان سالهای پدر مادر میبیارین در آبراش قیم همین اخبالکو خیلی ما سالی سین سالما میان سال یاشتر کم پیرن سالا و بچه ها و منی اخبال درست نیسته خلاص. همه ساکنان بنا طریق شرطنامه خانه ها را خریدند و هنوز این بنا از نظارت پرره فنی یا طلبات گن پلان نگذشته است. ولی ساکنان میگویند بغیر اینجا دیگر جای زیستی موافق ندارند. خانه منیره اورونوی 70 ساله را در دیگر جای شهر ویران کردند و به او همچون جبران از این بنا مسکن دادند. او میگوید زندگی در این بنا سلامتیش را بد کرده است. Состояние ужасное, потому что у меня немножко проблематично со здоровьем, кстати, вот с легкими сейчас тоже немножко была температура. وضعیت من خیلی بد می شود. از همین چنگ و غبار ششهایم درد یافتند و تبم بارها بلند می گردد. طبیبان می گویند که از حرکت برزیاد به چنین حالت روبرو شدم. حالا طبابت گرفته ایستادم. باید هر چیز زودتر لیفت را نصب نمایند. هر باره که به 7م آشیانه می برایم نفسم می گیرد. شکر که دلم از کار نمی براید. Ну, сами представляете, да, как сердце уже... Хорошо, что еще сердце у меня крепко выдерживает. Я бы не... به گفته باشندگان این بنا را شرکت ساختمانی علی مصطفی بنیاد کرده است. این شرکت در این کوچه 2 بنا ساخته است. یک بنایش لیفت دارد ولی بنای دیگریش که 2 دالان دارد بی لیفت است. کوشش های ما برای یافتن مسئولان شرکت نتیجه نداد، ولی یک کارمند آن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که باید تا 1 ماه آینده در این بنا لیفت نصب کنند. ساکنان میگویند وعده آنها باوربخش نیست. من آخران دفعه یک هفته پیش یا 10 روز پیش وعده شفایی گشتم گپراسته خطی نه همین پدریش که دوم رئیسی دوم الهام اکا نام دارن و آدم دیدم فهموندم وضعیت‌های و آدم خودش همه شرط و شرایطی مهم میدونن. تلفن کردی مثال گابزده می ایستم همون آدم وعده دادگی بودن که ما انا پگاه یا پگاهی دیگر از دوشنبه یک سیم 2 متر در کار همون چیز می بیاد حل میکنیم. لیکن یه هفته من گذشت نه سیم آمده است نه وای آدم هست نه تلفنم نمی برداره.
این هم در حالی است که ساکنان به چندین نهادهای نظارتی شکایت بردند و آنها در جواب خود مالکان بنا را به نصب لیفت وظیفه‌دار کردند. حالا در شهر خوجند ساختمان بلندآشانه ها در اوج است و اکثرا شرکت های غیر دولتی به ساختمان آنها مشغولند. در چند بینای دیگر از سطح پست خدمات به مثل مشکل آب و تشناب و برق و راه ناهموار و جای نامناسب پرتوها شکایت ها می رسند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.